این دکمه فانکشنه که برنامه رو عوض میکنه. یه حالت اتومنو داره. این مثبت و منفی در واقع افزایشی و کاهشیه. اینم ساعته، اینم که استارت و استاپه. برای اینکه حالا شروع به کار کنه ما یه پیست داریم، علامتش هم هست. حالت ماکروویو پیست پی 70% ماکروویو کار میکنه، 50% ماکروویو کار میکنه، 30%، 10% ماکرو تموم میشه. حالت دفراست یخزداییه که تو این حالت هم ماکروویو کار میکنه، المنت چیزی کار نمیکنه. حالت گریل المنت بالا کار میکنه، المنت گریل کار میکنه، علامت گریل هم از G1 G2 هم حالت گریله ولی با قدرت بیشتر. حالت C1 حالت ترکیبیه که حالت ماکرو المنت گرد کانوکشن با فن کار میکنن. C2 حالت گریل و فن کانوکشن کار میکنه. C3 حالت ماکروویو و گریل کار میکنه. حالت المنت تنها المنت گرد و کانوکشن کار میکنه که دمای 230 داره، 210 داره، 190 داره، 170، 150. دوباره برمیگرده به حالت اول پیست حالت ماکرو. برای اینکه شروع به کار بکنه پیست میایم پیست رو انتخاب میکنیم، مثبت منفی. حالا زمان چقدر کار کنه میگیم 10 ثانیه، 20 ثانیه، 30 ثانیه، 40 ثانیه، همین ترتیب میری بالا. برای شروع یه دقیقه میگیم بذار کار کنه، استارتشو میزنیم که اینجا شروع به کار میکنه. برای استاپ کردنش این استاپ میزنیم. برای کلا از برنامه بیاد این استاپ استارت، استاپ استارت. برای کلا از برنامه بیاد بیرون چند ثانیه رو نگه می‌داریم دکمه رو، کلا از برنامه خارج میشه. ساعت دستگاه میخوام بقیه فانکشن ها به همین صورت دیگه. مثلا فرض میگیریم من حالت گریل میخوام فعال کنم، زمان بهش میدم، استارت کار میکنه، استاپ استارت. برای اینکه کلا از برنامه میخواد بیاد بیرون چند ثانیه رو نگه میداریم، از برنامه کامل میاد بیرون. ساعت رو میخوایم تنظیم کنیم، ساعت دستگاه رو این دکمه رو میزنیم، مثلا 4 ساعت 4 و 54 دقیقه، استاپ استارت. ساعت دستگاه تنظیم میشه. حالا تو اتومنو چیه؟ A1 تو دفترچه داره، A1 A2 A3 A4 A5 A6. دوباره برمیگرده A1 تو دفترچه نوشته مثلا A1 فرض به طور مثال A1 سبزیجاته، A2 گوشته، A3 مثلا سیب زمینیه. میگه شما اینم جی داره البته گرمه، میگه 2000 گرم یعنی 2 کیلو سیب زمینی. استارت میزنیم، میگه تو 28 دقیقه زمانو با فانکشن خودش به ما میده دیگه تو حالت اتومنو. اگه از برنامه خارج بشیم چند ثانیه نگه می‌داریم، از برنامه کامل خارج میشیم.